سلامتی خودتون، خانواده ها، عزیزان، معلمانمون، پدر و مادران جمع، شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، شادی روح شهید امام خامنه‌ای و شادی ارواح همه شهدای این 2 سال اخیر جبهه مقاومت. اجماعاً الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن خب خدمت عزیزان عرض شود که در 2 جلسه گذشته ما، یعنی در جلسه ابتدایی که خدمتتون بودیم، خب اولا عنوان کلی همونجور که اطلاع رسانی شده و عزیزان مستحضر هستن، عنوان کلی ارائه که در خدمتتون هستیم سیره مبارزاتی و حکمرانی پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه هست. این عنوان رو به عنوان کلی اعلام کردن و جلسه ابتدا قبل از اینکه این حوادث رخ بده و جنگ نظامی مجدد آغاز بشه و شهادت حضرت آقا رخ بده، ما خدمتتون عرض شود که یک مقدمه عرض کردیم و گفتیم که سیر پیش روی ارائه ها چگونه خواهد بود و بنا هم این شد که یه جلسات ویژه‌ای، حالا صورت خاص دیروز یه جلسه ویژه، اولین جلسه ویژه رو گذاشتیم خدمتتون که شاید به ظاهر مرتبط با این بحث، یعنی با این سیر لااقل نبود، منتها کاملا از جنبه مرتبط بود و اون هم این بود که یکی از مهمترین سیره های مبارزاتی حضرت رسول در تمام زندگی، نه به عبارتی در تمام صحنه‌های مبارزه، قتال و اهم از قتال و مبارزه، متکی بر سنن الهی بود که یکی از سنت‌های الهی رو ما، یا مجموعه از سنت‌های الهی رو، در یک جلسه ویژه که جلسه دیروز بود خدمتتون بیان کردیم و اون سنت احزاب بود. به دلیل فراخور زمان و شرایطی که امروز درش هستیم، از سنت احزاب به صورت فشرده و خلاصه خدمت عزیزان دیروز عرضه شد. اما اون سیر کلی که ما خدمتتون آغاز کردیم از اولین جلسه، که این جلسه که الان خدمتتون هستیم در حقیقت 3مین جلسه است که در خدمتتون هستیم، اون سیر کلی جلسات بنابر این شد که ما در سیر نزول محتوای سوره ها رو به صورت اجمالی خدمتتون اشاره بکنیم و نکاتی رو با توجه به حالا موضوع کلی که سیره مبارزاتی و حکمرانی پیامبر اعظم هست رو بیان بکنیم. علالقاعده با توجه به تعداد جلساتی که داریم نمیرسیم که برای شما به عبارتی مفصل همه سوره ها رو بیان بکنیم، لذا به خلاصه ای از سوره ها و آیات کلیدی انشالله بسنده میکنیم. خدمتتون عرض شود که مقدماتی که جلسه گذشته عرض شد، یعنی جلسه اول، نه در اون جلسه ویژه دیروز، مقدماتی که عرض شد رو من بخوام یک دور مرور بکنم، چون ما با این مقدمات تا آخر جلسات کار داریم و حتی شاید شرایطی پیش بیاد در آینده که جلسات و تغییراتی بدیم و حتی افزونه هایی به جلسات ارائه اضافه بکنیم، یعنی فقط جلسات ما ارائه نباشه، شاید به اقدامات میدانی و عملی هم منجر بشه که انشالله اطلاع رسانی خواهند کرد. خدمتتون عرض شود یک مقدماتی رو ما خدمتتون عرض کردیم. به چه دلیل؟ به دلیل که این مقدمات تکرار میشه و به کار میاد در سیر نزول که ما میخوایم همه سوره ها رو انشالله یه مروری بکنیم و در اون مقاطع به صورت خاص جنگ ها و قتال های پیامبر تمرکز بکنیم انشالله و نکات تفصیلی تری رو در اون مقاطع بیان بکنیم. و در جلسه اول این نکته رو من خدمتتون عرض کردم که شما دقت بفرمایید که از مهمترین سیره های، یعنی سیره شاید اساس سیره های مبارزاتی به خصوص در مورد حضرت رسول، این سیره ایشان هست که اساساً تمام رفتارهایشون، کارهایشون بر اساس وحیه، یعنی ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی یک سیره قطعیه هست در همه پیامبران و به صورت خاص حضرت رسول که بر اساس وحی حرکت میکنن و
حالا به صورت خاص اگر بخوایم بگیم وحی یعنی همین کتاب و قرآن، یعنی وحی میاد و قرآن میاد و تعیین تکلیف میکنه خیلی از حوادث رو، و حضرت رسول طابق النعل بالنعل بر اون اساس حرکت میکنن، به خصوص در مقاطع قتال. چون میدونید که یک توضیح هم اگه من بخوام بدم راجع به بحث قتال، جهاد و مبارزه که اینا چه نسبتی با هم دارن، این مبارزه یک معنای اعم، یعنی شاید بشه گفت تمام زندگی حضرت رسول و همه پیامبران به خصوص صورت خاص از دوره‌ای که مبعوث میشن کاملا مبارزه است. یعنی از ابتدا مبارزه است. شما میبینید، حالا ان شاءالله وارد سیر نزول هم بشیم، آغاز سیر نزول با یک درگیری آغاز میشه. یعنی این مبارزه از روز اول، از آغاز وحی مشهوده تا انتها، و این رو ان شاءالله خدمتتون نشون میدیم تو این ایام. یک مفهوم خیلی خاص‌تر داریم به معنای قتال که خب در اونجا مبارزه نظامی مد نظره و خب مستحضر هستید، مانند مثلا همچین صحنه‌ای که امروز ما الان درش هستیم، قتال به صورت خاص پس اشاره داره به درگیری‌های نظامی و به نوعی مثلا جنگ سرد و جنگ با ادوات نظامی. یک مفهوم جهاد داریم که خب خودش هم در 4 معنا میتونیم دسته‌بندی بکنیم مفهوم جهاد رو، که جهاد به معنی الاعم، جهاد به معنی العام، جهاد به معنی خاص و به معنی الاخص، که همون خاص و اخص معمولا فضای جنگ قتال رو به عبارتی همون جنگ مبارزاتی با ادوات نظامی رو شامل میشه. اون تا جهاد به معنی الاعم خب همه، شاید بشه گفت سرتاسر زندگی انسان رو بتونه شامل بشه. یعنی مثلا شما همون لحظه‌ای که با نفس هم مبارزه میکنی، در مبارزه با نفس در صحنه همون جهاد هستی که حضرت رسول در اون روایت معروف فرمودن که به عبارتی جهاد اکبر، جهاد با نفس. خب پس این هم یک معنای اجمالی از انواع جهاد که معناش در 4 معنا میشه دسته‌بندی کنیم در قرآن، و قتال هم یک معنای ویژه‌ای از اون جهاده که گفتیم جهاد به معنای خاص و اخص رو شامل میشه، و مبارزه که خب خیلی عامه، یعنی این مبارزه همه اینها رو میتونه شامل بشه. لذاست که اینطور بیان شد که از ابتدای به صورت خاص از ابتدای بعثت و آغاز نزول شما میبینید اساساً وحی در بستر حادثه و مبارزه داره نازل میشه. یعنی یک دستوری خداوند به حضرت رسول داده، مثلا فرض بفرمایید اقامه نماز در کنار خانه خدا، این آغاز میشه و درگیری های ایشان از همون روز اول آغاز شده و شاید بشه گفت محور. شما اگر یک دور به ترتیب نزول، حالا ان شاءالله در خدمتتون هستیم و میگیم ببینید، مشاهده بفرمایید، کاملا خط محوری در سیر نزول چه در دوران مکی چه در دوران مدنی فرقی نمیکنه، همواره مبارزه محوره، یعنی همواره کاملا مشهوده. یعنی حادثه محوری، شاید اینطور بشه گفت، لااقل حادثه محوری اون حادثه درگیری و مبارزه است و خط مبارزه اصلی ترین خط در سیر نزوله و کاملا هم مشهوده. خب انشالله حالا وارد بشیم کم کم مشاهده میکنید. خدمت عزیزان عرض شود که ما چند واژه و اصطلاح رو توضیح دادیم در جلسه اول. یه مرور خیلی فوری بخوام بکنم. در ابتدا واژه ترتیل رو توضیح دادیم که به عبارتی اشاره به حکمت سیر نزول هم داره به نوعی. یعنی ما معمولا یک معنایی از ترتیل در ذهن داریم که این معنای ترتیل تقریبا میشه گفت که شاید به لحاظ کلی یا روح معنا ارتباط به ترتیل در معنای قرآنی دارد، ولی به معنای اون کاربردی که ما امروز از ترتیل داریم میشه گفت که ارتباطی به معنای قرآنی و اصطلاح قرآنی ندارد. اون ترتیلی که قرآن به کار میبره به معنای چیست؟ در آیه 32 فرقان اشاره کردیم. خداوند میفرماید که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. کفار اینجا از پیامبر میخوان که آقا این قرآن چرا نمیاد یه دفعه‌ای؟ این یه دفعه‌ای تقاضایی که کفار دارن، معمولا ماها باید انتظار داشته باشیم که خب کفار بیان میگن آقا دیگه بساط رو جمع کن، این قرآن دیگه نیاد، ما حوصله قرآن گوش دادن و قرآن شنیدن نداریم. در صورتی که اینجا میبینیم که کفار یه تقاضای این چنینی دارن که این قرآن چرا به عبارتی همش نمیاد. این آیه رو باید اینطور ما ترجمه کنیم، یعنی کفار در حقیقت همچین چیزی میخوان، چون قرآن همینجوری که داره نازل میشه دائما در حال تحلیل حوادث هست و داره دست منافقین، کفار و مشرکین رو میکنه. لذا این آیه باید اینطور ترجمه بشه که کفار میگن آقا چرا این قرآن یهو نمیاد قال قضیه رو بکنه، خب یعنی یهو نمیاد تموم کنه کارو دیگه بسه، ای مثلا میاد
یه حادثه‌ای رخ میده، دوباره آیه قرآن میاد مثلا فرض کنید پشت صحنه اتفاقات رو میکنه، یا دست به عبارتی کفار و مشرکین و منافقین رو میکنه. پس اینا همچین تقاضایی دارن. حالا خداوند در پاسخ میفرماید کذالک لنثبت به فؤادک، میگه من خداوند چرا این کار رو نمیکنم؟ یه دفعه‌ای مثلا در آسمان هفتم ما چاپخانه نزدیم، مثلا فرض کنید 2000 جلد از این کتاب، یا حتی به اندازه جمعیت مردم مکه در اون حدود 100,000 نفر مثلا کتاب چاپ کنیم قرآن رو، یه دفعه‌ای بین همه توزیع کنیم. چرا خداوند این کار رو نکرده؟ به این دلیل کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا، ما خورد خورد ذره ذره در بستر حوادث آیات رو میاریم. به دلیل چی؟ به دلیلی که برای توی پیامبر و مؤمنین تثبیت فؤاد حاصل بشه. خوب دقت بفرمایید، نکته خیلی کلیدی، یعنی این در حقیقت حکمت سیر نزول، عنایت ویژه داشته باشن عزیزان. نگاه کنید، حکمت سیر نزول اینه که چرا به عبارتی قرآن در بستر حوادث و نظم حوادث داره میاد. خداوند بیان میکنه کذالک لنثبت به فؤادک، این برای اینه که تثبیت فؤاد برای تو حاصل بشه. فؤاد به معنای دل و قلب نیست، اینها رو به اشتباه ترجمه میکنن در قرآن و با مسامحه. فؤاد به معنای اون ساحتی، اون بخشی از وجود انسانه که در اون بخش حق و باطل در وجود انسان تثبیت میشه. خوب دقت بفرمایید، مثال بزنیم. در بستر حوادث، پس ادامه آرام بخونم توضیح بدم، ورتلناه ترتیلا، یعنی خدا میگه چرا من یهو نمیارم؟ به دلیل اینکه آقا من میخوام حق و باطل در وجود شما تثبیت بشه. خب پس چطوری میاری؟ اگه یهو نمیاری، ورتلناه ترتیلا. دقت بفرمایید، این ترتیلی هیچ ارتباطی به ترتیل اصطلاحی امروز در علم تجوید نداره. یعنی شما امروز میگید آقا کسی که با صوت و لحن مرتب منظم با رعایت قواعد بخونه میشه ترتیلی خواندن، این هیچ ارتباطی به این نداره. مثلا میگیم آقا خداوند نشسته در اون بالا، مثلا به صورت با ترتیل داره قرآن رو برای پیامبر میخونه، اصلا اینطور نیست. این ورتلناه ترتیلا یعنی ما در نظم و بستر حوادث داریم، با ریتم و آهنگ حوادث داریم آیات رو نازل میکنیم، و این یعنی رتلناه ترتیلا. خود قرآن این رو در مقابل جملةً واحده قرار داده، یعنی خداوند میگه آقا من جملةً واحده نمیارم. خب یه دفعه‌ای نمیاری، پس چطوری میاری؟ خب معلومه دیگه، وقتی یه دفعه‌ای نمیاری دارم کم کم میارم. پس این کم کم آوردن و در نظم حوادث آوردن یعنی رتلناه ترتیلا. حالا خوب دقت بفرمایید، آخه ما امروز در حوادث جنگ نظامی به سر میبریم. خب یه موقع شما مثلا اینها رو در زمان دفاع مقدس این حوادث رو شنیده بودید، مثلا ماها شنیده بودیم، قبلا نبودیم، اون زمان رو درک نکردیم. یه موقع نه، شماها در بستر حوادث قرار میگیرید، شهادت ها رو میبینید، به چشم ما اینها رو لمس میکنیم، و بعد در این صحنه حوادث که رخ دادش رو داریم با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنیم، حالا تو این فضا آیاتی بر ما خوانده میشه. مثلا فرض بفرمایید من تو این شرایط و فضا دیروز برای شما چه آیاتی خواندم؟ آیات مقطع احزاب رو خواندم که گفتم شباهت بسیاری با مقطع احزاب ما داریم. این رو خدمتتون عرض کردم. نکنید شما یه موقع این حوادث و آیات رو میخونید ناظر به حوادث 1400 سال پیش، مثلا یه اتفاقاتی افتاده در دوران رسول الله، ما داریم آیاتشو میخونیم که معارفش رو یاد بگیریم. یه موقع نه، شما دارید مانند اون حوادث دوران حضرت رسول رو با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنید، و در این لمس و حسی که دارید آیات بر شما خوانده میشه، مانند ارائه‌ای که دیروز خدمت شما داشتم. خب یعنی این ارائه و این آیه خواندن بر شما که خداوند در آیات قرآن میفرماید ای پیامبر بر اینها آیات رو بخون، خب تعلیم کتاب بده و آیات رو بخون. خب این خواندن آیات یه موقع در بستر حوادثه، مانند مثلا جلسه دیروز که خدمتتون بودیم این آیات رو خواندیم، شما هم عیناً دارید با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنید که آقا یعنی چی؟ احزاب دور هم جمع میشن، علیه جبهه حق اقدام میکنن، فرعون تمام ادوات نظامیش رو میاره وسط میدان. اینا یعنی چی؟ اینا آیاتش رو وقتی شما میخونید یه موقع اصلا این حادثه رو تو عمرتون ندیدید، درک نکردید، اصلا حسی نسبت به این حادثه ندارید. اما یه موقع وسط حادثه اید، یعنی آقا همین الان ما نشستیم ارائه میدیم، همین الان دارن یه عده رو شهید میکنن، وسط تهران دارن بمب میزنن، یا ما هم داریم مثلا فرض کنید به عبارتی ادوات و تجهیزات اونا رو نابود میکنیم. یه موقع شما تو این شرایطید آیات بر شما خوانده میشه، آقا اینجا چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ کذالک لنثبت به فؤادک، یعنی آقا اینجا شما بر مسیر حق و باطل، فؤاد شما یعنی مرکز تثبیت حق و باطل در وجود شما تثبیت می شود. یعنی وقتی من امروز آیات سوره احزاب، یعنی آیات سنت احزاب رو براتون میخونم،
چون حادثه رو با گوشت و پوست و استخوان لمس کردید، کاملا حقانیت جبهه حق رو لمس میکنید و درک میکنید. به این میگن هدف از ترتیلی آوردن قرآن. هدف چیست؟ لنثبت به فؤادک، برای اینکه تثبیت فؤاد برای شما مؤمنین و پیامبر حاصل بشه. خب پس این اشاره بود به حکمت سیر نزول. یعنی ما سیر نزول رو وقتی طی می‌کنیم، شما وقتی در بستر حوادث آیات رو میخونی، انسان خیلی راحت‌تر ارتباط میگیره. حالا شما این رو خواهید دید، یعنی خواهید دید که چرا سیر نزول به شدت اثرگذارتره و در وجود، به خصوص برای کسانی که در عرصه حوادث حضور دارن، مانند این چنین ایامی که خب جبهه مقاومت و جبهه انقلاب سیرین در اون شرایط دارن الان به سر میبرن. خب عرض شود، پس این اصطلاح توضیح داده شد. اصطلاح دومی که خدمتتون عرض کردم اصطلاح قرآن هست. قرآن در ادبیات قرآن به چه معناست؟ قرآن رو ما توضیح دادیم خدمتتون. قرآن به معنای به عبارتی خواندن یا خواندنی، نه اینکه این کتابی که خداوند آورده خواندنیه، خب یا اون کاری که خداوند کرده یا ما میکنیم در خواندن این کتاب اسمش مثلا خواندنه. نه، این نیست. نگاه کنید، چون اگر این بود این مسئله پیش می اومد یا این سوال پیش می اومد که خب آقا اگر اسم این کتاب خواندنه یا خواندنیه، یعنی کاری که خداوند کرده خواندنه. حالا خدمتتون توضیح میدم خواندن یعنی چی. یعنی حوادث داره رخ میده، خداوند شروع میکنه این حوادث رو در قالب وحی گزارش کردن، یه عده کتاب هم مینویسن، میشه کتاب، میشه قرآن. این یعنی خواندن خداوند، یعنی خداوند داره صحنه ها رو برای شما میخوانه. خب حالا سوال، خیلی از کتاب‌های دیگه هم خیلی که نه، همه کتاب‌ها خواندنی. خب یعنی شما هر کتابی که باز می‌کنی میتونی این کتاب رو بخونی. مثلا فرض بفرمایید نظریه پرداز یا فلان روانشناس فلان نظریه پرداز در حوزه علوم انسانی شروع می‌کنه نظریه علوم انسانیش رو در این کتاب نوشتن. خب این خواندن اوست، یعنی خوانش اوست از انسان. میگه آقا انسان دو نقطه این است، تعریف میکنه، می‌نویسه این رو کاغذ، میشه کتاب. خب منم که این کتاب میخونم، قرآنم که دارم میخونم، خب نهج البلاغه هم میخونم، کتابای درسی هم میخونم، خب همه کتاب‌ها خواندنیه. یا به عبارتی همه نویسندگان این کتاب‌ها دارن به نوعی کار خواندن رو مکتوب میکنن. حالا سوال پیش میاد، خب پس قرآن هم پس با بقیه کتاب‌ها چه فرقی کرد؟ نگاه کنید تفاوت اینجاست. خداوند به قرآن نمیگه قرآن، خداوند به قرآن میفرماید القرآن. القرآن این الف و لام تعریف و تعیینه. یعنی شما وقتی بخواید ترجمه کنید و بگید آقا از شما بپرسن نام این کتاب چیست، شما نباید بگید نام این کتاب قرآنه، شما باید بگید نام این کتاب القرآنه. یعنی چی؟ یعنی این تنها کتابی است که شایسته است فقط به این کتاب ما بگیم خواندنی و خواندن. یعنی چی؟ یعنی ناکنید من یه سوال میپرسم قبل پاسخ به این سوال، یه سوال دیگه. از شما، از نوع انسان، از هر انسانی، مؤمن، مسلمان، کافر، مشرک، با هر منطقی، شما ازش سوال بپرسید یک نفر یک دستگاهی ساخته. مثلا فرض بفرمایید شما اولین بار با لپتاپ مواجه میشید، لپتاپ رو اولین بار مواجه میشید، خب یکی ساخته. یا مثلا ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی اتوماتیک، اولین بار باهاش مواجه میشید، نمیدونید چطور کار میکنه. شما از هر کسی تو دنیا بپرسید آقا یه دستگاهیه، من اولین بار میخوام باهاش کار کنم، به کی مراجعه کنم؟ همه به شما این پاسخ رو مشترکاً این پاسخ رو میدن. شما باید بری کاتالوگش رو بخونی، باید بری مراجعه کنی به کاتالوگ سازنده. نکنید خیلی پاسخ منطقی. چرا؟ خب مشخصه آقا من دستگاه اصلا وارد نیست، اصلا نمیدونم چیکار میکنه، مثلا میگم داره این دکمه رو بزنم بسوزه. خب پس میرم به کجا مراجعه میکنم؟ به کتاب سازنده، به کاتالوگ سازنده مراجعه میکنم. خب حالا این عالم سازنده ای داره، خالقی داره، و این به صورت خاص مخلوق ویژه‌ای که انسان سازنده ای داره و اون کیست؟ خداست. خب خیلی واضحه. آقا من برای اینکه بدونم با این انسان چطور تعامل کنم، این انسان رو چطور تربیت کنم، چطور آموزش بدم، چطور باش تعامل کنم، جامعه‌اش رو چطور اداره کنم، اقتصادش رو چطور اداره کنم، روانش رو، روحش رو، معنویتش رو چطور درمان کنم و کنترل کنم، خب به کی مراجعه کنم؟ مشخصه همه مردم دنیا به شما یک پاسخ میدن، به کاتالوگ سازنده باید مراجعه کنید و قرآن کاتالوگ سازنده است. یعنی خداوند که خالق انسان و عالمه، این قرآن شده کاتالوگش. ما باید، پس مشخصه، یعنی منطقی این پاسخ که ما باید به کاتالوگ این مخلوق مراجعه کنیم، به کسی که او رو ساخته باید مراجعه بکنیم. خب حالا دقت بفرمایید خداوندی، حالا ویژگی های این سازنده با بقیه سازنده ها چیه؟ ببینید این سازنده و این خالق اولین ویژگیش اینه با حکمت و با علم تام به همه
ابعاد وجود این خلقت دست به این خلقت زده و خودش که این خلقت رو ساخته بر اساس این خلقتی که انجام داده که رکن رکین و رکن اساسی خلقت انسان، بر اساس آفرینش این انسان و اون ویژه‌ای که این انسان داره گفته فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی من خداوند حالا که این موجود رو آفریدم شایسته است که احسن الخالقین باشم. پس معلومه این موجود احسن المخلوقینه. یعنی ما برای شناخت این انسان باید پس چیکار بکنیم؟ به کاتالوگ سازنده مراجعه کنیم، یعنی قرآن. حالا اگر این خداوندی که ساخته این انسان رو بیشترین آگاهی به ابعاد وجودی او داره، خب ما دیگه اینجا شایسته نیست ابتداءً مثلا مراجعه برای اینکه این انسان رو بشناسیم مراجعه کنیم مثلا به کتاب‌های روانشناسی. ابتداءً شایسته نیست. یعنی به لحاظ منطقی خب شما شایسته است آقا به کسی مراجعه کنی برای شناخت این موجود که همه ابعاد وجودیش اشراف داره و ازل تا ابد او به نوع خلقت او به جنس او به همه چیز او اشراف داره. خب یه پاسخ منطقیه. حالا پس دقت کنید آقا، پس قرآن چی شد؟ شد القرآن، یعنی تنها کتابی که شایسته است به او بگیم، فقط به این کتاب بگیم خواندنی و کاری که نویسنده در او کرده رو اسمشو بذاریم خواندن. یا به عبارت اینطور بگیم همه کتاب‌های عالم، کتاب‌های در حوزه روانشناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، هر حوزه‌ای که مرتبط با انسان هست و نیست و هر حوزه دیگری باید در پرتو این کتاب خوانده بشن. چرا؟ چون این کتاب سازندش و نویسندش ویژگی داره و اون ویژگی اینه اشراف تام داره بر تمام جزئیات این خلقت و این مخلوق. پس اگر شما میخوای کتاب روانشناسی بخونی، اگر کتاب علوم اجتماعی میخوای بخونی، باید در پرتو این کتاب بخونی. یعنی چی؟ یعنی باید اصول و کلیات این کتاب رو بیاری جلوی چشت، ببینی آقا این حرفایی که فلانی زده راجع به انسان شناسی، راجع به علوم اجتماعی، راجع به اقتصاد اصلا سازگار هست با بافت و ساخت این انسانی که این خداوند و این خالق او رو خلق کرده یا نه. پس این خیلی نکته مهمیه. لذا معنای قرآن یعنی القرآن، یعنی کتابی که متعینه و شایسته است که شما فقط به این کتاب بگی خواندنی و اسمش رو بذاری خواندن. خب حالا با این عنایت دقت کنید، این سه آیه رو هم ما خدمتتون عرض کردیم. خداوند چیکار میکنه؟ نگاه کنید خداوند وقتی داره این آیات رو نازل میکنه چه میکنه؟ این یکی از نکات کلیدی در ادبیات قرآنه که خب عمده مفسرین هم معمولا این رو شاید بشه گفت واقعا دقیق ترجمه نکردن. دقت بفرمایید این آیات چطور داره بیان میشه. خب نکنید سوره قیامته، با اینش خیلی کار نداریم الان، با این سه آیه کار داریم. یک انسانیه که منکر قیامته و حالا خداوند میخواد به درمان او بپردازه. این سه آیه رو ما کار داریم، 17 18 و 19 سوره قیامت. خداوند در این سوره میفرماید این قرآنی که تو الان دستت گرفتی، این کتابی که به شما رسیده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان علینا جمعه و قرآنه. نکنید عمده مفسرین اینطور ترجمه کردن، گفتن همه، شاید بشه همه، که گفتن جمع کردن این کتاب، یعنی این ضمیر رو برگردوندن به قرآن، به کتاب، بر عهده من خداست جمع کردن این کتاب و قرآن این کتاب. خب دقت بفرمایید. خب جمع کردن این کتاب خب یعنی چی؟ این کلمات جملات میاد کنار هم دیگه میشه کتاب. دوباره قرآن کردن این کتاب یعنی چی؟ خب دوباره اینم یعنی همون، یعنی عملا جمع کردن این کتاب رو و قرآن این کتاب رو، یعنی مکتوب کردن و در کنار هم چیدن این کلمات رو به یک معنا گرفتن. یعنی گفتن جمع قرآن هم یعنی خب همین قرآنی که الان میبینیم، قرآن این قرآن هم، قرآن هم یعنی همین کتابی که میبینیم، در صورتی که نکنید معنا به شدت دقیق تره. خداوند در آیات قبل داره مدیریت خودش رو، ربوبیت خودش رو از فراهم کردن عرصه قیامت گزارش میکنه. دقت کنید. حالا این ضمیر اینطور باید ترجمه بشه. خداوند میفرماید ان علینا جمعه، یعنی جمع صحنه، یعنی خداوند اینجا رب صحنه و کارگردان صحنه است. لذا شایسته است کسی که کارگردان صحنه است تو بری ازش بپرسی آقا چیکار کردی تو این صحنه؟ بیا توضیح بده. فقط میفهمید چقدر دقیقه؟ یعنی خداوند میفرماید جمع چی بر عهده ماست؟ جمع صحنه. جمع صحنه ای که تحت ربوبیت منه به عهده منه. خب یعنی چی جمع صحنه به عهده منه؟ مثال نکنید، مثالش اینه. خداوند
داستان حضرت موسی رو در ذهن بیارید، نگاه کنید خدا داره به عنوان مدیر صحنه و کارگردان صحنه چیکار میکنه. یک، وحی میکنه به موسی، قلبش رو محکم میکنه، یا وحی میکنه، الهام میکنه، میگه چیکار کن، برو فرزند تو بذار تو سبد بنداز تو رود. دقت کنید این چیه؟ این همون صحنه، کارگردانی صحنه است. این یعنی جمع صحنه، یعنی خداوند داره صحنه رو جمع میکنه، یعنی داره این صحنه، این پلن، این برنامه، این پرده از صحنه رو میچینه که یه فیلم برداری روش بره. دقت کنید صحنه رو اینطور میچینه. خب مادر موسی به عنوان یکی از بازیگران صحنه مأموریت داره از طرف کارگردان که بره وحی شده بهش قلبش رو محکم کنه، بره این حضرت موسی رو بذاره در سبد، بذاره تو رود. خب صحنه بعدی کارگردان چیه؟ کارگردان و مدیر صحنه و رب صحنه اینطور تدبیر کرده که این طوفان نشه یهو، خب که این سبد رو ببره آب، نه، با یک برنامه ریزی این سبد قشنگ میاد دقیقاً جلوی محل کمپین و اقامت فرعون و همسرش، اومدن مثلا فرض کنید پیکنیک، دقیقاً جلوی اینا قرار میگیره و اتفاقاً همسر فرعون رو جوری کنترل میکنه که در لحظه چشمش به داخل این سبد و به صورت این بچه بیفته و محبت این بچه بیفته در دلش و او رو بگیره. این یعنی نسخه کارگردان، یعنی خداوند داره صحنه رو جمع میکنه. برای چه کاری؟ برای اون هدفی که داره. هدفش اینه، میخواد آقا 40 سال بعد فرعون رو نابود کنه، فرعونی که داره همه بچه‌ها رو قتل عام میکنه که موسی به دنیا نیاد. نه تنها به دنیا نیاد، خداوند میگه آقا من یه جوری صحنه رو کارگردانی و ربوبیت میکنم، جوری صحنه رو مدیریت میکنم که این بچه‌ای که همه رو قتل عام کردی به دست خودت بزرگ بشه، خودت در کاخ بزرگ کنی. این یعنی چی؟ این یعنی آقا صحنه تحت ربوبیت و مدیریت و کارگردانی رب عالمه. این یعنی جمع صحنه، یعنی خدا قرآن رو جمع نمیکنه، خدا صحنه رو داره جمع میکنه، صحنه رو تحت مدیریت و ربوبیت جمع میکنه. حالا این صحنه رو میخواند، وقتی این صحنه رو خوند، آیاتی که میاد این صحنه رو توضیح میده، میشه چی؟ قرآن این صحنه. دقت بفرمایید، یعنی خداوند داره صحنه رو جمع میکنه، چون رب صحنه است، چون مدیر صحنه است، چون کارگردان صحنه است. حالا وقتی این صحنه رو جمع کرد، عناصر صحنه رو آورد تو میدان، شروع میکنه این صحنه رو برای توی انسان گزارش کردن. وقتی خداوند شروع میکنه صحنه خودش رو گزارش کردن، یعنی فیلمنامه‌شو میده دست تو. وقتی فیلمنامه کارگردان و نسخه کارگردان رو به تو میده، میشه قرآن این صحنه. یعنی بذار حالا من خداوند برای توی انسان این صحنه‌ای که خودم ربوبیت کردم، خودم مدیریت کردم و خودم کارگردانی کردم رو برای تو بخوانم که اشتباه نری، که به عبارتی نادرست تحلیل نکنی، فکر کنی آقا همه این حوادث شانسیه. ما اصلا تو عالم هیچ شانسی نداریم. ما تسقط من ورقة الله و یعلمها، یک برگی از درخت نمیفته مگر خداوند اشراف داره برش. پس دقت کنید، یعنی ما نگاه کنید اینا مبانی ایمانی قرآنه. یعنی شما وقتی صحنه رو، چه شهادت بزرگان، چه شهادت حداکثری، چه شهادت تعداد زیادی از مؤمنین، چه جمع شدن فرعون، همه ادواتش رو جمع میکنه، نیرو انسانیش رو جمع میکنه علیه شما، وقتی شما این صحنه رو تحت ربوبیت پروردگار ببینی، یعنی شانسی ندانی، یعنی آقا بگی آقا این صحنه تو مشت خداست، خدا ما رو رها نکرده. وقتی شما این صحنه رو تو مشت خدا ببینی که هست، که حقیقتا این گونه هست، نتیجه چی میشود؟ افزایش و ازدیاد ایمان. یعنی شما دیگه نمیترسی. اینی که حضرت امام میگه والله من یک لحظه در عمرم نترسیدم. خیلی حرفه، نکنید خیلی حرفه، به خصوص در اون صحنه‌هایی که حضرت امام مثلا در اوایل انقلاب میگن چندین صحنه برای من پدید آمد که من یقین کردم که دیگه اینا میخوان منو بکشن. در اون لحظه به قلب خودم مراجعه کردم، دیدم ذره‌ای ترس در دلم نیست. چرا؟ چون نکنید این شخصیت، یعنی شخصیتی که تمام صحنه‌ها و عرصه‌ها رو در مشت خدا میدانه. یعنی دشمن ابزار خداست، تو مشت خداست. شیطان قبلا آیات رو خوندم خدمتتون در سنت احزاب دیروز، شیطان در عالم رها نشده، شیاطین الانس و الجن، هر دوتا. این انسان، این ترامپ، نتانیاهو، تمام فرماندهان اون که تو عالم رها نشدن که هر لحظه اراده کنه یک تصمیمی بگیره و انجام بده و به نتیجه برسه. به هیچ وجه اینطور نیست. خداوند میگه کید اینها ان کیدی متین، و کید اینها در چنبره کید خداوند و کید الهیه. این از سنت های خداونده. یعنی فرعون زمان هر کید و نقشه‌ای بزنه، کید و نقشه او
فی تضلیله، ان کیدهم فی تضلیل، یعنی در گمراهی و بطلانه. چرا؟ چون خدا اینها از چنبره ربوبیت خدا بیرون نزده، همش در پازل و چنبره خداوند داره پیش میره. خب حالا اگر این اصطلاح شد قرآن، حالا خوانش خداوند از صحنه، پس قشنگ واضح شد برای ما. یعنی خداوندی که رب صحنه است، کارگردان صحنه است، مدیر صحنه است، صحنه رو ربوبیت میکنه، جمع میکنه و همین صحنه رو گزارش میکنه. وقتی گزارش مکتوبش از این صحنه آمد، اون اسمش میشه قرآن. دقت بفرمایید، خیلی مهمه. و بعد دقت کنید، چون خداوند اشراف تام و تمام به این صحنه داره، خب کارگردان جزئیات صحنه رو اشراف داره. میگه آقا وقتی دیگه حالا خداوند این صحنه رو خوند، یعنی آیات رو نازل کرد، حتی توی پیامبر که انسان کاملی و معصومی هم وظیفت چیه؟ آیه بعدی فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. یعنی وقتی من خداوند شروع کردم این صحنه رو خواندن، چون کلش تو مشت منه دیگه، منم که کارگردانم میدونم چیکار کردم تو این صحنه. شما که خبر نداری تو دل این چی میگذره، تو دل اون چی میگذره. آقا من ام موسی رو قبلا قلبش رو محکم کردم که این کارو کرده. شما که اینا رو خبر نداری پشت صحنه ها چه خبره، در دل افراد چی میگذره. آقا این یعنی نسخه کارگردان. نسخه کارگردان نسخه پشت صحنه هاست. یعنی پشت صحنه هایی رو خداوند برای شما گزارش میکند که بنی بشری به او اطلاع و اشراف نداره. دقت کنید، خیلی مهمه. لذا خداوند میگه آقا حالا شایسته است وقتی من خدا که به تمام جزئیات این صحنه اشراف دارم و حقیقت این صحنه ها میدونم چیه، من میدونم به حقیقت دل و صدر و قلب اینها چی میگذره و در پشت صحنه هایی که تو نمیبینی. و حتی به پیامبر گفته آقا من از داستان پیامبرا چیزهایی رو برای تو نقل میکنم که ما کنت به جانب الغربی، اصلا نبودی اونجا تو. دقت کنید، یعنی خداوند داره با این اشراف از صحنه گزارش میکنه. حالا پس ما شایسته است وقتی خداوند گزارشش رو آورد وسط میدان، وقتی قرآنش رو فرستاد، فقط تبعیت فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. حالا سوال، آقا تبعیت این تبعیت کورکورانه به هیچ وجه، خود قرآن توضیح میده. دقت کنید، خداوند میگه به هیچ وجه من انسان رو عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار نیافریدم که بگم تبعیت کورکورانه کن. پس چی؟ خدا میگه آقا جان من وقتی میخوام پشت صحنه ها رو برای تو گزارش کنم، دلیل ها رو هم میگم. آیه بعدی 19 رو دقت کنید، خداوند میگه آقا من حرفم این نیست که فقط تبعیت کورکورانه کن، به هیچ وجه. خداوند میگه ثم ان علینا بیانه، یعنی بیان کردن ملاک ها و تفسیرش هم با من خداونده. یعنی وقتی به تو یا پیامبر دستور میدم آقا با اینها بجنگ، کورکورانه نیست، دلیلش رو میگیم چرا شما باید تو این مقطع از دشمن نترسی، چرا باید عقب نشینی نکنی، چرا باید حد اکثری به او حمله ببری. این چراهاش همه رو خداوند توضیح میده. خب نکته بعدی، این بیانی که خداوند میفرماید ثم ان علینا بیانه، بیان رو دقت کنید، اصطلاح بیان یعنی چی؟ بیان یعنی همون چیزی که ما در فارسی میگیم آقا مثلا بینونت، فاصله گذاری. بیان یعنی اون ملاکی که میاد و شما میفهمی، کشف میشه برای شما که آقا مثلا خدا تو برای چی به اینا میگی کافر، برای چی به اینا میگی مشرک، برای چی به اینا میگی مؤمن. خدا میگه به این دلیل اینا مؤمنن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اینا مشرکن چون در مقابل خداوند، در مقابل ربوبیت خداوند یه رب دیگه ای رو در کنارش قائلن. اینا مشرکن. چرا اینا کافرن؟ چون ربوبیت خداوند رو منکرن. دلیل ها رو خداوند توضیح میده. یعنی بی خودی نمیاد بگه آقا اینا کافرن دیگه تمام. نه، توضیح میده چرا اینا کافرن. میگه آقا چرا انسان طغیان میکنه؟ خدا توضیح میده. میگه آقا ناکن در سوره علق که الان وارد میشیم دلیل ها رو توضیح میده خدا. این یعنی بیان. یعنی میگه آقا انسان طغیان میکنه. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. دلیلشو میگه. یا نکن دلیلشو بدونا چرا این انسان طغیان، چرا میشه فرعون، چرا موجودی مانند ترامپ اساسا تولید میشه. به این دلیله چون این انسان ان رآه استغنی، یعنی فقط خودش رو دیده، پولاشو دیده، دلارا رو دیده، برجا رو دیده و با خداوند خودش رو بی‌نیاز از پروردگار عالم دیده. این میشه طغیان. یعنی نتیجه این که خدا میگه چرا این انسان طغیان کرده و اسمش طغیانگره، دلیلش اینجاست. ما نمیخوایم شما کورکورانه چیزی رو بپذیری، به هیچ وجه. دلیل ها رو خداوند داره توضیح میده کاملا و میگه این انسان اگر با پروردگار خودش انس نداشته باشه قطعا طغیان میکنه، همونجور که فرعون طغیان کرد. خب اینم اصطلاح دومی که توضیح دادیم.
اصطلاح سوم، دقت بفرمایید، بعثت و رسالت رو توضیح دادم. من یه مقدار سریعتر هم عبور بکنم. ببینید بعثت و رسالت اون نقطه ویژه‌ایه که خیلی از پیامبران باهاش مواجهن. بعثت، مبعوث شدن یعنی برای رسالت و مأموریت ویژه انتخاب شدن. ببینید همه پیامبران همه نبی هستند. قبل از اینکه نبی باشن همه عبدن. یعنی چی؟ این سه تا پشت سر همه. یعنی هر رسولی حتما عبده و حتما نبیه، اما هر نبی لزوما رسول نیست. یعنی چی؟ یعنی هر نبی عبد قطعا هست و هر عبدی هم هیچ لزومی نداره حتما پیامبر بشه. یعنی بنده خداست، مثلا بنده صالح خداست، ولی هیچ لزومی نداره نبی بشه و رسول بشه. یعنی اینها در طول هم دقت کنید. یعنی یه نفر وقتی مثل رسول الله رسول می شود، به رسالت برانگیخته می شود در 40 سالگی. وحی از همین نقطه آغاز میشه. خب دقت کنید فرقش با قبل چیه؟ خب قبل اینم پیامبر بوده. خب قبل این مگه معصوم نبوده؟ فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست. او اولا عبده. شما ببینید اولین نامی که خداوند در سیر نزول برای این شخصیت میاره عبده. میگه عبد مصلی، عبدن اذا صلی. چون این پایه نبوت و رسالت، یعنی عبودیت، یعنی پرستش محض خدا، یعنی مطیع امر محض خدا. خب حالا این شخصیت که عبد خداست و نبیه، یعنی چی؟ یعنی حالا وقتی خداوند دید این شخصیتیه که خدا رو داره بندگی میکنه، او رو به نبوت برمیگزینه. نبوت یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه با او ارتباط خاص برقرار کردن، اخبار ویژه. نگاه، نبوت نبع به معنای خبرگزاری نیست اینجا. نبوت یعنی نه هر خبری، یعنی خبرهایی که در مسیر هدایت بشریت تا آخر او بهش نیاز داره. این اخبار تعیین کننده مسیر هدایت بشریت رو بهش میگن نبع. لذا اون تحت عنوان نبع عظیم هم ازش یاد شده. خب که اگر خود قرآن میگه لم یکن یا ما کانوا یعلمون یا لم یکن تعلمون، اصلا مال این نبودید که این به اینها برسید شمای انسان. یعنی اگر خداوند از طریق وحی این نبع عظیم رو به شما ابلاغ نمی‌کرد، اساساً بشر موجودی نیست که بخواد به این علوم دست پیدا کنه و به این اخبار برسه به نوعی. خب خدمتتون عرض شد که پس حالا نقطه بعثت و رسالت چه نقطه‌ای است؟ خب پیامبر نبی هم شده، یعنی الان در 40 سالگی نبی هم هست. حالا چه فرقی داره بعثت و رسالت با نبوت؟ نکنید یک آیه دقیق ما در قرآن داریم فرق بین نبوت و رسالت رو بیان میکنه. مثلا در مورد حضرت صالح، خب این در مورد همه پیامبران صادق، یعنی در مورد همه پیامبران هم همینه. یعنی اینجا نگاه کنید آیه 62 سوره هود خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا یا صالح قد کنتم فینا مرجوا قبل هذا. قبل هذا یعنی قبل از اینکه این کارا رو شروع کنی، یعنی همون کارهایی که مربوط به مأموریت رسالت و بعثته. خوب دقت کنید، یعنی الان ما در نقطه بعثت حضرت صالح هستیم، قوم او با او مواجهه داره میکنه، با او داره مقابله میکنه. میگه آقا تو قبل از این کارهایی که بکنی، قبل هذا یعنی قبل از همین کارهایی که میکنی، که اون کارا همون کارهای مأموریتی مربوط به بعثت و رسالته. میگه آقا ما به تو امید داشتیم، آدم خوبی بودی، امین بودی، صادق بودی، راستگو بودی. دقت کنید همون چیزایی که راجع به پیامبرم میگفتن، یعنی راجع به رسول اکرم، راجع به پیامبر اسلام، تا قبل از بعثت، تا قبل از 40 سالگی که وحی بیاد و ایشون مبعوث بشه به رسالت و مأموریت ویژه، همه پیامبر رو به صداقت، امانتداری، قضاوت به حق همه قبول داشتن. دقت بفرمایید. این یعنی همین نکته‌ای که بعد از اینکه حالا حضرت صالح شروع میکنه بتای اینا رو شکستن، یعنی حالا رسالت یعنی یک مأموریت ویژه میدانی. یعنی اگر من تا دیروز فقط حرف میزدم، با شما تعاملاتی داشتم، از امروز میخوام کار رو از دست مشرکین و کفار در وسط صحنه در بیارم. یعنی میخوام اقدامات میدانی رو شروع کنم. به محض این مأموریت و اقدامات میدانی، یعنی این شخصیت از میان بقیه مردم جاکن میشه، یعنی میاد بالا. یعنی همه دیگه به اون نگاه آقا چه کارایی شروع کردی، این چه اقداماتی داری میکنی. یعنی همه هاجماش دارن اینو نگاه میکنن که آقا صالحی که تا دیروز فقط حرفای خوب میزد، مردم رو به کارهای خوب دعوت میکرد، یا پیامبری که به حق قضاوت میکرد، امین بود، صادق بود، همه اونو به امانتداری قبول داشتن، آقا دیگه آمده وسط صحنه داره کارهای عجیب میکنه. بتکده ها رو ابراهیم میخواد بشکنه، حضرت رسول میخواد بتکده ها رو بشکنه، صالح میخواد بساط بتا رو جمع کنه. یعنی آقا تا دیروز این کارا رو نمیکردی. حالا این قوم به او میگن آقا تا دیروز این کارا رو نمیکردی، تو ما بهت امید داشتیم، آدم خوبی بودی، این کارا دیگه چیه؟ دقیقاً میفرمایید. وقتی این مأموریت و این کارها شروع میشه، این نقطه بعثته.
یعنی از الان به بعد دیگه من مأمور فقط حرف زدن و اینکه لسانی دعوت کنم به کار خوب به هیچ وجه نیستم. من از امروز به بعد دعوت به میدان شدم. یعنی خداوند دعوت میکنه پیامبران رو، یعنی مأموریت میده، مأموریت اجتماعی. رسالت هم کاملا به اون عرصه اجتماعی مربوطه. یک مأموریت اجتماعی به دوش پیامبران وقتی خداوند میذاره، اون میشه به نوعی رسول. و خیلی جالبه که نقطه آغاز وحی هم این نقطه است، یعنی یک نقطه ویژه است بعثت و رسالت. یعنی شما از اینجا به بعد اگه میخوای میدان جامعه، میدان امت، میدان کره زمین رو اگر میخوای مدیریت کنی و پیش ببری، به شدت نیاز به وحی داری، به شدت نیاز به کتاب داری، به شدت نیاز به قرائت خداوند از صحنه ها داری. یعنی خدا باید دائما دست تو رو بگیره بگه آقا تو این صحنه کم نیاری. یا الان میریم تو سری نزول قشنگ میبینید چطور خداوند با قرائتش از صحنه ها که میشه همین وحی و قرآن، یک به یک دست پیامبر رو میگیره، دست مؤمنین رو میگیره، اونا رو پشتیبانی میکنه، ایمان اونها رو ارتقا میده، گام به گام اونها رو تمرین معنوی میده که چطور در مقابل کفار بایستید برای پیاده کردن حکم خداوند. پس نگاه کنید این نقطه بعثت این چنین نقطه فرق داره با نبوت. یعنی او مأمور شده برای یک مأموریت اجتماعی عظیم که در رأسش مبارزه با کفار و مشرکین قرار داره. دقت کنید رأسش رو می‌خواستم برسم به اینجا، چون ما می‌خوایم سیره مبارزاتی بگیم خدمتتون. رأس نقطه آغاز بعثت در تمام انبیا، نقطه آغاز مبارزه میدانی است. خوب دقت بفرمایید با مشرکین. در سوره صاد خداوند می‌فرماید که ما همه پیامبران رو به سمت مشرکین مبعوث کردیم و مشرکین همه از این ادعاهای پیامبران و از این کارهایی که میکنن متعجبن و مقابله میکنن باش. در آیات ابتدایی سوره صاد خداوند می‌فرماید. خب حالا نگاه کنید، پس اگر این شد سیره مبارزاتی تمام انبیا، یعنی شما اگر ببینید تمام انبیایی که به خصوص رسالت بر عهده دارند، نقطه آغاز رسالت تمام انبیا نقطه آغاز مبارزه میدانیه. این خیلی بحث مهمیه، این رو میخوام بهتون نشون بدیم ها. یعنی ببینید که چرا وقتی وحی آغاز میشه دوربین خداوند از صحنه مبارزه آغاز میشه، به دلیل اینکه این یک مأموریت اجتماعی است برای برچیدن بساط شرک و کفر از زمین. خوب دقت کنید، پس این یک کار اقدامی میدانی است کاملا. لذا اقتضای این رو داره که شما ببینید آغاز وحی آغاز درگیری هاست و خیلی مشخصه. یعنی با این توضیح و مقدمه که خدمتتون عرض کردم دیگه الان برای شما خیلی واضحه که خداوند چرا مثلا وحی رو از اینجا شروع میکنه. خب یک اصطلاح ویژه دیگه ما در قرآن داریم که خدمتتون قبلا توضیح دادم، اون اصطلاح سوره است. سوره یعنی مجموعه منسجم که میخواد یک هدف واحد رو دنبال بکنه. نگاه کنید خداوند صفت سوره رو در قرآن محکمه ذکر کرده. یعنی ما سوره متشابه در قرآن نداریم. مثلا یکی بیاد بگه من کل این سوره رو نمیفهمم چی میگه، اصلا ما هم چیزی نداریم. خب سوره اساسا متشابه نیست، برعکس آیات. آیه میتونه متشابه باشه میتونه محکم باشه. یعنی چی؟ بعد بدونید که آیات محکم و متشابه هم هیچ ارتباطی به نزولش از طرف خدا نداره. از طرف خداوند تمام آیات به صورت محکم دقیق مشخص منظور خداوند چی بوده. منتها محکم و متشابه برای انسانه. یعنی چی؟ یعنی امکان داره من و شما مثلا خیلی با قرآن انس نداریم، اولین بار با یه آیه مواجه میشیم نمیفهمیم چی میگه، برامون شبهه میشه، متشابه، مثلا نمیفهمیم چی داره میگه. این پس محکم و متشابه نسبیه. یعنی برای یک نفر مانند الله تعالی خب همه آیات قرآن شاید بشه براش محکمه، یعنی کاملا میفهمه این آیه چی داره میگه. پس این یک نکته راجع به صفت آیات که میتونه محکم باشه میتونه متشابه باشه. اما صفت سوره در قرآن فقط محکمه. یعنی نکنید شما امکان داره یک آیه، یک کلمه، یکی دو تا آیه از یه سوره رو متوجه نشی، برات متشابه باشه، نیاز به تفسیر داشته باشی، بری مراجعه کنی، ولی هیچ وقت کل سوره برای یک نفر متشابه نیست. یعنی شما معنای کل سوره رو میفهمید دیگه. مثلا اجمالاً سوره داره دعوت میکنه مثلا به قتال، اجمالاً داره سوره دعوت میکنه که شما پناه ببرید به پروردگار عالم مثلا. لذا سوره ها در قرآن محکمن و خداوند در آیه 20 سوره مبارکه پیامبر اینطور میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولی لهم. با این تیکش کار دارم. خدا میفرماید آقا انذار بده منافقین رو،
انذار بده فی قلوبهم مرض رو که خدا یه سوره بیاره دست شما رو کنه. ببین اگر قرار باشه چند تا آیه بیاره که آیات هم متشابه باشه، همه بتونن بپیچونن این آیاتو، که خب دست منافقین رو نمیشه. منتها سوره رو هیچ وقت منافقین نمیتونن بپیچونن. چرا؟ چون سوره سر داره، ته داره، وسط داره، جمع‌بندی داره، تمام نکات رو به جزئیات توش آورده. یعنی هر چیزی که لازم بوده شما بفهمی، توی بشر بفهمی چی شد، این صحنه برای تو متشابه نمانه، بفهمی که آقا تو این صحنه خیانت شد به پیامبر، تمام هر چیزی که لازم باشه در این سوره آورده. لذا این پک، این مجموعه، این سور، این مجموعه و این حصار یک مجموعه کامل و محکمه برای انسان. یعنی کاملا مقصود خودش رو به توی انسان منتقل میکنه، متشابه نیست، محکمه. خب پس اینم تعریف سوره. چرا این رو گفتیم که چون سوره محور ما میخوایم بریم جلو. یکی از دلایلی که سوره رو باید شما بدونید منظور از سوره چیه همینه. ما در سیر نزول ان شاءالله سوره ها رو بررسی میکنیم. خب خدمتتون هستم. حالا سوره علق نگاه کنید، ما وارد بشیم، این مقدمه بگیم چون جلسه پیش وارد نشدیم. سوره علق نگاه کنید، همونجور که خب میدونید سوره علق اولین سوره در سیر نزول. خب محتواش هم اجمالاً اگر بخوایم بدونید خب درگیری است که اون شخصیتی که تحت عنوان انسان مکذب به دین خداوند ازش نام می‌بره. کنید خداوند تاریخ نگاری نمی‌کنه در سوره نگاه. کم کم باید از اینجا بعد با ویژگی‌های خوانش خداوند که میشه همین قرآن میشه وحی آشنا بشیم. کم کم می‌خوایم آشنا بشیم. یعنی آقا خداوند چطور گزارش می‌کنه؟ چرا نام نمیاره از آدما؟ چرا انقدر دوست پرتکل مثلا یا این نفری که اومد جلوی حضرت رسول این کارا رو کرد فلانی بود پسر فلانی، چرا نمیگه؟ چرا این کار رو نمیکنه؟ چرا؟ چون خداوند یکی از اهدافش این کتاب جاودانه بمانه برای امت‌های بعدی. لذا دائما میگه فاعتبروا یا اولي الابصار. یعنی آقا این حوادثی که من دارم برای شما گزارش میکنم یک حادثه تاریخی نیست به هیچ وجه. یک حادثه ای که اگر در آینده هم امامی با امتی قیام بکنه بر اساس کتاب خدا، بخواد علیه فرعون زمان، علیه مشرکین، علیه کفار اقداماتی بکنه، همین حوادث برای او تکرار خواهد شد. لذا که بر این اساسی که وقتی از حضرت رسول میپرسن آقا چرا اینقدر آیات بنی اسرائیل در قرآن زیاده، حضرت رسول میگن خیلی واضح، به این دلیلی که تمام آنچه که برای حضرت موسی و بنی اسرائیل رخ داده برای آیندگان رخ خواهد داد، برای امت من رخ خواهد داد، طابق و نعل به نعل. خیلی مهمه. پس معلومه یک تجربه ای که در یک برهه‌ای از زمان، مثلا فرض کنید 2000 سال پیش، یک پیامبری، یک امامی با امتش داشته برای اقامه کتاب خداوند، برای اقامه دین خدا، برای اقامه پرستش خداوند در زمین، خب علالقاعده در این مسیر هم مبارزه کرده، با فرعون زمان مبارزه کرده، با کفار مبارزه کرده، یک تجربیاتی کسب کرده، یک کارهایی کرده و خداوند هم یه جوری اینا رو پشتیبانی کرده. خب معلومه در آینده هم اگر بخواد همچین اتفاقی مجدد رخ بده، خدا همون خداست، خدا همون خدای صحنه هاست. خب به همون شکل اینها رو هم پشتیبانی میکنه. پس خیلی واضحه، یعنی شما نباید تعجب کنید که مانند اون اتفاقاتی که برای دوران حضرت رسول، حضرت موسی علیه السلام افتاده، برای حضرت رسول هم رخ بده. خیلی واضحه، چون جنس کار همون جنسه. جنس کار چیه؟ جنس کار جنس بعثت، رسالت، امامت، که وقتی شما میخوای بری کتاب خدا رو در زمین، این حکم خدا رو در زمین پیاده کنی، باید مواجه بشی با شیطان، با فرعون، با کفار، با مشرکین. یعنی اقتضای این چنین صحنه‌ای اینه که همون اتفاقاتی که برای حضرت موسی و بنی اسرائیل در مبارزه با فرعون افتاد، نه عین اون حادثه تاریخی، بلکه مانند اون حادثه تاریخی برای حضرت رسول هم رخ بده و در آینده‌ای که ما امروز در اون مقطع هستیم برای انقلاب اسلامی هم رخ بده. چرا؟ چون شما اینجا نائب امام برعصر، امام حق دارید، امام معصوم دارید، ولی فقیه رو در اول انقلاب شما اقامه کردید که در حقیقت میخواد همون کارایی رو بکنه که معصوم و رسول و پیامبران در مبارزه با مشرکین و کفار کردند. پس معلومه چون میخوای شما همون کارا رو بکنی، علالقاعده با مانند اون صحنه ها مواجه خواهی شد. چون با مانند اون صحنه ها مواجه خواهی شد، پیامبر و قرآنی که حضرت رسول آورده از طرف خداوند یک کتاب تاریخی نیست. یعنی یکی از شاید استدلال هایی که ما بتونیم بکنیم، ما چرا ما برای تحلیل حوادث امروز به قرآن مراجعه میکنیم، استدلال درون دینی، یعنی خود قرآن. چرا؟ یکی از استدلال دقیقش اینه، قرآن تاریخی نیامده. خود قرآن رو نگاه کنید، توش به هیچ وجه کتاب تاریخ نیست. قرآن کاملا مشهود، یعنی تاریخ تبری نگفته،
مانند کتاب تاریخ، شما کتاب تاریخ رو باز کنید یا امروز پنجشنبه فلانی فلانی فلان کارو کرد، این حادثه در فلان جا رخ داد، 2000 نفر کشته، فلان قد شهید، این اینجوری شد اونجوری شد، جزئیات صحنه رو میاره. یعنی کاملا گزارش او میره توی 1400 سال پیش. خب دقت کنید، میره گیر میکنه به نقطه 1400 سال پیش. یعنی کتاب تاریخ کتابی که قلاب شده به زمان خودش. اما قرآن چطور؟ قرآن کتابیه که در عین این که داره صحنه 1400 سال پیش رو گزارش میکنه، قلابش گیر نکرده به 1400 سال پیش. این خیلی مهمه. یعنی گزارش قرآن در این کتاب که حالا میبینیم و بیشتر آشنا میشیم، به هیچ وجه گزارش تاریخمند نیست که قلاب این کتاب گیر کنه به قلاب این گزارش گیر کنه به 1400 سال. به هیچ وجه اینطوری نیست. لذا شما میبینید در قرآن خداوند از انسان صحبت میکنه، نه از انسان تاریخی، از انسان نوعی. یعنی این انسان هر موقع بیاد در صحنه زندگی مبارزه داره، مبارزه با حق و باطل همواره جاریه، صف تو مشخص کنه. ای انسان هر موقع که به دنیا بیای، هر موقع از تاریخ، با هر دین و مذهبی، با هر آیینی که پدر و مادرت دارن، هر جایی که هستی به دنیا بیای، مبارزه حق و باطل دائمیه و تو باید تعیین تکلیف کنی که کدوم صحنه رو میخوای انتخاب کنی. علق هم که میخواد آغاز بشه دقیقاً با همین روی کرده. دقت بفرمایید، سوره علق دقیقاً این روی کرده. یک مبارزه‌ای در جلوی چشم مردم مکه اون زمان رخ میده. خدا اصلا نمیگه این مال دوران مکه است، اصلا کاری با این نداره، چون تاریخی نمیخواد گزارش کنه. میگه ای انسان، این انسان رو در سوره علق مخاطب قرار میده خداوند. میگه آقا ناکن، یک شخصیتی داریم، بنده است، امین صادقه، در میان مردم به صداقت زندگی کرده 40 سال. حالا با یک نفر درگیر شده، او آمده داره او رو نهی میکنه، میگه نبینم از این کارا بکنی، دیگه این کارا رو نکن اینجا. خب مردم رو خداوند به قضاوت میطلبه، میگه آقا این صحنه درگیری رو دیدین، این ور کیه؟ همون کسی که شما 40 سال به امانتداری، صداقت و حقیقت میشناسینش. این ور کیه؟ یک آدم مثلا فرض کنید دروغگوی تکذیبگر. حالا خداوند با اینطور قضاوت میطلبه مردم رو، با فطرت ها همه مردم رو، مردم تاریخ رو اساسا به قضاوت میطلبه و اینطور میفرماید ارأیت، ای انسانی که داری این صحنه اختلاف رو میبینی، این صحنه مبارزه رو داری میبینی. خب ای انسانی که داری این صحنه مبارزه رو میبینی، مبارزه حق و باطل، نظرت چیست؟ ارأیت. خب دقت چقدر دقیقه. یعنی خداوند کاملا داره با یک انسان تعامل میکنه همین الان. خب یعنی اون حادثه ای که یک انسانی که محور حق و حقیقته، حضرت رسول در 1400 سال پیش آمده درگیر شده با یک شخصیتی که اصلا خداوند تاریخش رو گزارش نمیکنه. حالا همون صحنه رو دقت کنید، خداوند اسم او رو میذاره انسان طغیانگر. میگه یک انسانی رو ما در اون صحنه دیدیم طغیان کرده در مقابل حقیقت. حالا سوال، شما انسان ها مگه امروز نمیبینید انسانی در مقابل حقیقت طغیان کنه؟ کاملا مشهوده. ما امروز در دنیا انسان های بسیاری میبینیم که در مقابل حقیقت طغیان کردن، کودک میکشن، آدم میکشن، کشتار میکنن. اون حوادث افتضاح جزیره پستین کنید، کودک کشی، اینها. یعنی آقا توی انسان، درسته این حادثه در 1400 سال پیش رخ داده، این سوره علق آمده، ولی سوره جوری گزارش میکنه که شما میبینید کاملا انسان رو داره به قضاوت میطلبه در صحنه مواجهه های حق و باطل با هم. میگه ای انسان حالا قضاوت کن، ببین این ور صف کیه؟ رسول الله، انسان برحق، صادق، 40 سال در میان شما به امانتداری و حقیقت و صداقت زندگی کرده. همه میدونید اینو. این ور صحنه کیه؟ یک آدمی که پروندهش معلومه. حالا توی انسان رو خداوند اینطور به قضاوت میخواد، میگه آقا نکن، کدوم طرف صف میستی؟ در طرف این شخصیتی که 40 سال به امانت و صداقت زندگی کرده، یا میری در صف اون کسی که به مبارزه با این شخصیت برخواسته؟ حالا بیاید تو امروز دنیا نکنید، امروز در دنیا عده‌ای سفاک و آدمکشی که جلوی چشم آدم 70,000 زن و کودک رو کشتن. خب پرونده های اونها از جزیره پستین در آمده. در مقابل چه کسی ایستادن؟ در مقابل جبهه مقاومت کاملا بارزه. یعنی شاخصه های اینور کیان؟ حضرت آقا، شهید نصرالله، اینا شاخصه های این جبهن. خداوند داره اتمام حجت میکنه، میگه این صحنه اختلاف و درگیری رو ببین. سوره علق میگه ارأیت، ای انسان کدوم طرف تاریخ میخوای بایستی؟ طرف درست تاریخ یا طرف اشتباه تاریخ؟ این همون نکاتی که میگیم آقا کنید
قرآن تاریخ نمیگه. حتی سوره علقش هم به بزرگترین مسئله بشر میپردازه. دقت کنید. خب سوره علق گفتیم دیگه، صحنه مواجهه حضرت رسول با این شخصیت که حضرت رسول مأمور شده به نماز گذاشتن و این انسان شروع میکنه، انسانی در مقابل حضرت رسول رو تکذیب کردن، میگه آقا بساط رو جمع کن، دیگه نبینم این کارا رو بکنی. این صحنه درگیری و اختلاف بشر توسط قرآن گزارش میشه. حالا دقت کنید، نقطه آغاز وحیه، نقطه آغاز بعثت رسوله، مهمترین نقطه تاریخ بشریت. خوب دقت کنید. چرا میگم مهمترین نقطه تاریخ بشریته؟ چون دست گذاشته رو مهمترین مسئله بشر. من از شما سوال میکنم، عزیزانی که دارید میشنوید، مهمترین مسئله بشر به نظر شما چیست؟ اینو پاسخ بدین. به نظر شما مهمترین مسئله بشر، حالا امروز هم که دارید دنیا رو میبینید و حتی در گذشته، همیشه همواره مهمترین مسئله بشر و بشریت چیست؟ بله، جز قرآن میان صوتی. آره درسته تقریبا. خب دیگه چی؟ اونایی که مجازی دنبال میکنن و دارن مکتوب مینویسن، خب دقت کنید، خود صحنه علق این رو به ما میگه. بله به درستی هم اشاره کردن. نگاه کنید، اختلاف از سطح فردی بگیرید تا سطح اجتماعی و کلان روی سطح کره زمین که سردمدار و دولت ها با هم دارن. نگاه کنید، اختلاف در خانواده، مثلا دو نفر، نگاه کنید پدر مادر، اختلاف، آقا بچه رو چجوری تربیت کنیم. در مدرسه مدیر با معاونش اختلاف میکنه، میگه آقا به لحاظ مدیریتی ما باید الان این کارو بکنیم با این بچه‌ها. معاون میگه نه، من با این همراه نیستم، این کارو نباید بکنیم. نگاه اختلاف بشر، اختلاف نظر، مهمترین مسئله و یک مسئله دائمی از ابتدای خلقت. اولین اختلاف خلقت کجاست؟ حضرت حابیل و قابیل. اختلاف به کشتار منجر میشه، به قتل منجر میشه. دقت کنید ها. پس این مهمترین مسئله بشر، عامترین مسئله بشر که از ابتدای تاریخ تا الان بوده. اختلاف نظری که حالا منجر به چی میشود؟ تصمیم و اقدام. یعنی دو شخصیت چیکار میکنن؟ دو شخصیت اختلاف نظر دارن در یک صحنه‌ای و با هم به عبارتی به مشکل میخورن در وسط میدان. یعنی این اختلاف نظر فقط در چی نمیمانه؟ در عرصه نظر و جهانبینی نمیمانه. بله دقیقا درست گفتن. نوشتن که سیطان، انسان، شیطان و به عبارتی مثلا دیوانه. دقیقا همینطور. این مواجهه حضرت رسول، این عبد صادق و عبد مسلی با یک شخصیتی که اون شخصیت یک شخصیت طغیانگر یا همان دیوانه داره، یعنی طغیان کرده. خداوند این رو تحلیل میکنه. یه تقریبا وقتمون تمام، من جمع‌بندی بکنم و بعد انشالله حالا یه چند آیه سوره علق رو هم جلسه بعد میکنیم و بعد وارد سوره های بعدی میشیم. ما میخوایم در این سیر به شما نشون بدیم که قرائت خداوند چقدر دقیقه و با چه جزئیات دقیقی داره صحنه ها رو گزارش میکنه. خط سیر رو دنبال کنیم. ببینید خط سیر مبارزه از امروز آغاز میشه. یعنی خط سیر مبارزاتی حضرت رسول در سوره علق، خداوند این مبارزه رو گزارش میکنه، ادامه پیدا میکنه. سوره قلم، اینا شروع میکنن تخریب شخصیت، تخریب محتوا. یعنی این مبارزه آغاز شده و ادامه پیدا میکنه تا آخر. تا آخر شما میبینید که این مبارزه چقدر مشهوده. شروع میکنه حضرت رسول رو، شخصیتی که 40 سال جا افتاده به صداقت، به امانت، به قضاوت بر حق، شروع میکنن تخریب این شخصیت. تخریب شخصیت، تخریب محتوا. یعنی محتوایی که رسول خدا با خدا آورده، یعنی وحی، قرآن رو شروع میکنن برچسب زدن، خراب کردن. میگن آقا این سحر یوسر، یه سحر اجنه بهش القا کردن، از خودش آورده، کلام خدا کجا بود؟ این سیر آغاز میشود. انشالله میرویم که داشته باشیم. من شروع میکنم از جلسات بعد نقاط عطف و ویژه رو خدمتتون توضیح میدم. یعنی همه سوره ها رو به جزئیات وارد نمیشیم، بعضی از سوره ها رو به کلیات در حد چند جمله من براتون گزارش میکنم، سوره رو عبور میکنیم تا اینکه ما بتونیم نقاط عطفی رو گزارش بکنیم که نقاط ویژه در عرصه سیره مبارزاتی رسول الله هست و تا به صورت خاص انشالله برسیم به عرصه های قتال. از جمله اولین جنگی که خب حضرت رسول به صورت ویژه داشته و قرآن بهش میپردازه جنگ بدره. خب انشالله که موفق باشید. التماس دعا به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمتتون عرض شود آقای موسوکی در چندین جلسه من دیدم که می‌نویسن پی دی اف جلسات قبلی ما هم انشالله حتما نگاه کنید. بارگذاری‌های فیلم‌ها انجام شده توسط تیم مدیای ما، خیلی لطف میکنن زحمت میکشن پشت صحنه عزیزان، واقعا یه تیمی درگیرن برای برگزاری این دوره اینجا. کارا رو انشالله انجام میدن. حالا حوادث رو هم که داریم به اقتضاعات شرایط انشالله بارگذاری میکنن براتون و اگر لازم بشه فایل ها و اسناد رو هم در اختیارتون قرار میدن. لطفاً همه در کانال ها عضو باشن. اطلاعیه ها رو که دنبال میکنیم پایین اطلاعیه ها کاملا صفحات ارتباط با ما رو زده، دنبال کنید که در اون کانال ها همونجور که فیلم ها رو اطلاع رسانی کردن صوت رو هم اودیو رو هم ان شاء الله میذارن براتون، صوت رو هم بارگذاری میکنن. هنوز فعلا فقط فیلم ها ادیت شده، تدوین شده، کلی کار برده و بارگذاری شده. ان شاء الله براتون صوت ها رو هم بارگذاری میکنن، اسناد رو هم که اگر لازم باشه پی دی اف های ارائه رو براتون قرار میدن. ان شاء الله که موفق باشید. التماس دعا ان شاء الله فردا و هر روز در خدمتتون هستیم در ساعت های 10:30 و 1:30. موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. التماس دعا یا علی. سلامت باشید. اگر سوالی هم بود ان شاء الله جلسه آینده که من چون یک 10 جلسه خدمتتون هستم ان شاء الله در خدمتتون هستم بابت سوال. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدار.